سخن از قلب برآید زود به قلب می رود. سخن دهانی از این گوش به گوش دیگر می رود. وقتی به کسین سبچاک جواب گردانده بودن که ملت ما را حقارت کرده ای، بسیار دوستان داشتن یا در کامنتارو می نویسند او از کجا روسی می فهمد. دوستان، او اصلا برای سبچاک نبود، او برای شما بود، برای دلبرداری شما بود. وقتی کسی دل شما را می رنجاند، نفر پیدا شد سر شما را سیله کند، گوید که تو این نیستی، تو میدونی فرزندی کی هستی، تو میدونی بی بابای تو کی است، تو فرزندی فلان بزرگان داری، تو کی است، تو گویان سر شما را سیله کند، چند قدر گرده تان پر میشد. و تنها برای گرده پروی، گرده برداری یعنی دل برداری شما بود. و فراموش نکنید که خانه یک در دارد، یعنی هر سخن 4 پهلو دارد و هست خانه ای که باز از 4 طرف در دارد.